سلام. در مورد اصطلاح سکس منظم صحبت خواهیم کرد و اینکه آیا این عبارت مبنا و معنای علمی دارد یا خیر. قبل از اینکه بخوایم وارد بحث اصلی بشیم، یک مقدمات رو لازم هست که مورد اشاره قرار بدیم. توجه داشته باشید که فضای مجازی فضایی است که میتواند بسیار خطرناک باشد، به دلیل اینکه افرادی که به هر دلیلی توانستن در این فضا از اقبال عمومی بهره‌مند بشوند، ممکن است که دچار توهم دانایی بشوند و در مورد مسائلی صحبت کنند که در مورد اونها تخصص ندارند. وقتی یک موضوعی رو در فضای مجازی میبینید یا میشنوید، حتما باید این مسئله رو مد نظر قرار بدهید که آیا گوینده اون مطالب مدرک تخصصی مرتبط با آنچه میگوید رو دارد یا نه، و باید حواسمون باشه که از آدم ها بتسازی نکنیم. متاسفانه امروزه در فضای مجازی برخی از افراد با رفتارهای هنجار شکنانه سعی میکنن به خصوص در نسل جوان برای خودشون فالوور و فن فراهم کنن، با رفتارهایی مثل فحاشی کردن، بیادبی کردن و در هم شکستن مرزهایی که جامعه اونها رو محترم میشماره. اینها میخوان با زیر پا گذاشتن اینها خودشون رو ساختار شکن نشون بدن، اما باید توجه داشت که ساختار شکنی به معنای افسار گسیختگی نیست و اگر کسی در حوزه تخصص ندارد، راهکارها و ارائه صحبت‌های او بیشتر مخرب خواهد بود تا سازنده. بنابراین پیشنهاد میکنم که تعداد فالوورهای یک آدم شما رو فریب نده و همینطور رفتارهای او. به مدرک تخصصی و پیشینه او در مورد مطالبی که صحبت میکنه دقت کنید. دومین مطلب این هستش که حوزه سکس و روابط جنسی در همه تاریخ بسیار مورد توجه بوده. در همه تاریخ در واقع مکتوب، از زمانی که انسان توانسته در مورد تمدن صحبت کنه و چیزهایی رو ثبت کنه، سکس به عنوان یک حوزه ممنوعه همواره مورد توجه بوده. بنابراین صحبت کردن در مورد این حوزه به صورت علمی کار بسیار دشواری است، چون با کوچکترین اشتباهی شما ممکنه به ورطه پورنوگرافی بیفتید. الان پیج هایی که در اینستاگرام و در فضای مجازی به طور کلی در مورد سکس صحبت میکنن، بیشتر از این ابزار دارن برای جلب نظر بهره برداری میکنن. در واقع یک نوع پورنوگرافی استتار شده در ظاهر مباحث علمی، اما با الفاظ رکیک و صحبت در مورد مواردی که هیجانات جنسی مخاطب رو تحریک میکنه و اصلا بار علمی در اونها نیست. در هر حال افرادی که به طور غیر تخصصی در مورد سکس صحبت میکنن زیاد هستن. همین افراد ممکن هست در مورد خیلی مسائل دیگر هم صحبت کنن و تأثیرات منفی روی زندگی دیگران بگذارن، از حوزه مسائل مربوط به اقتصاد و سرمایه گذاری گرفته تا موارد مرتبط با سلامت روان. اما بحث اصلی یعنی سکس منظم یا رگولار سکس. پیشنهاد من به دوستان عزیز این هست که هر زمانی با ابهام هایی در هر زمینه ای مواجه شدن، با سرچ به زبان انگلیسی سعی کنن مستقیما با منابع پژوهشی در ارتباط قرار بگیرن. در مورد همین موضوع شما کافی است عبارت‌هایی مثل definition of regular sex رو جستجو کنید و متوجه خواهید شد که اصلاً چنین عبارتی در کانتکست ساینتیفیک و علمی هیچ جایگاهی نداره.
در واقع این اصطلاح چیزی است بر ساخته ذهن برخی از افراد که درگیری‌های شخصی خودشون رو و نظرات شخصی خودشون رو تبدیل به نظریه کردن، بدون اینکه کوچکترین اطلاعی از ریشه های سکس تراپی داشته باشن فکر میکنن که میتونن در مورد سکس صحبت کنن. بنابراین شما این مسئله رو متوجه باید باشید که سکس منظم هیچ معنای علمی نداره، اما دلایل این که ما معتقدیم این اصطلاح معنای علمی نداره یکی اشاره میکنم. اول اینکه تعریف منظم و نامنظم چیست؟ فردی که مدعی هست که نداشتن سکس منظم میتواند باعث مشکلات روانشناختی بشود، در مرحله اول باید از یک دیدگاه علمی بیاد تعریف کنه که مسئله منظم یا نامنظم بودن یک ارتباط جنسی معناش چیست. حالا مثل نبردهای منظم و نامنظم مثلا میشه اینو معنی کرد. چه تایمی رو میشه در نظر گرفت؟ چه تعداد دفعاتی رو میشه در نظر گرفت؟ تفاوت سن و سال افراد رو اینجا چطور میشه لحاظ کرد؟ تفاوت در مجرد و متأهل بودن رو اینجا چطور میشه در نظر گرفت؟ تفاوت در درایو ها و انگیزه های جنسی زن و مرد رو چطور میشه اینجا وارد کرد؟ چطور میشه این مسئله منظم و نامنظم بودن رو در مورد کسی که تا به حال رابطه جنسی نداشته با کسی که تجربه جنسی داشته یکی پنداشت؟ تفاوت‌های فرهنگی در اینجا نادیده گرفته می‌شوند و همینطور تجارب شخصی، به انضمام اینکه اختلالات احتمالی جسمانی یا روانی افراد رو هم ما اینجا نادیده گرفتیم. یعنی یک اصطلاح من درآوردی بی معنای خود ساخته به معنای سکس منظم که به هیچ وجه قابلیت تعریف علمی ندارد. در واقع اینجا سوال درست مطرح نشده. حتما واقف هستید که جهان علم با ناآگاهی شروع میشه، با جهل شروع میشه و با سوال درست ادامه پیدا میکنه. شاید بهتر بود سوال درست مطرح میشد. مثلا فعال بودن از نظر جنسی به چه معناست؟ و یا اینکه آیا نداشتن رابطه جنسی تأثیر منفی بر سلامت روان و روابط دارد یا خیر؟ وقتی از سکس منظم صحبت میشه که همونطوری که گفتم یک اصطلاح بی معناست، تمرکز میرود به سمت کمیت و نه کیفیت. یعنی اون کسی که این اصطلاح رو به کار میبره از تعدد ارتباط داره صحبت میکنه و دیگه این براش مهم نیست که کیفیت اون رابطه چطور باشه.